سرخط مهمترین خبرها: رئیس اداره فروش برق مسجح را با کارد زدند. نرخ آرد در کشور باز هم بالا رفته است و رئیس یک حزب سیاسی تاجیکستان با گفته‌های صادق جباروف واکنش کرد. درود بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه نوید بامدادی، نخستین مجموعه خبری رادیوی آزادی در آغاز روز. رئیس اداره فروش برق در ناحیه مسجح را با کارد زخمی کردند. مقامات کارهای داخلی هنوز قضیه را شرح ندادند، ولی منابع رادیوی آزادی میگویند حادثه هفته گذشته رخ داده است. به گفته منبع، رستم تویچیف رئیس اداره فروش برق ناحیه مسجح از سوی یک کارمند سابقش زخمی شده است. منبع میگوید تویچیف در پی شکایت ساکنان یک ناظر برق را از کار آزاد میکند. این ناظر برق بعد آزاد شدن از کار به حجره کاری رستم تویچیف آمده با او بحث میکند و با کارد یک مرتبه به قفس سینه اش میزند. رئیس اداره برق را فوراً به بیمارخانه انتقال دادند، افزود منبع. مسئولان بیمارخانه مرکزی ناحیه مسجح روز 27 اکتبر به رادیوی آزادی گفتند احوال رئیس اداره فروش برق خوب است و روزهای نزدیک او را از بیمارخانه جواب میدهند. پزشکان گفتند کارد به قبورغه رستم تویچیف آسیب رسانده است. مسئولین ریاست کارهای داخلی ولایت سوخت گفتند قضیه را دوام روز شرح میدهند. هنوز مشخص نیست که در رابطه با زخمی شدن رئیس اداره برق کسی بازداشت شده است یا نه. رستم تویچیف متخصصی سابقه دار اداره برق می باشد. او بعد تقسیم شدن شرکت برق تاجیک به سه شرکت رئیس اداره فروش برق در ناحیه مسجح شد. زخمی شدن رئیس اداره فروش برق در ناحیه مسجح در حال رخ می‌دهد که این شب و روز ساکنان مناطق کشور با کمبود شدید برق روبرو هستند. در این باره همه روزه رادیوی آزادی از منطقه‌های تاجیکستان شکایت‌های زیاد می‌گیرد. ساکنان میگن از ساعت 8 صبح تا 17 و هم شبانه برق ندارند. سلام علیکم کارمندان رادیوی آزادی، من معیوب گروه یکم هستم. این ما مدت قریب 2 هفته زیاد می شود که بی برق هستیم. این فرزندان من راستی که معیوب گروه یکم هستم، از پای روان محروم. ارو بچه من در بیرون نشان ده، ارو بچه نشان ده. این ارو بچه من در بیرون، من نمیتونم، من راستی که معیوب گروه یکم هستم. من از کوه همین کاری نمیتوانم که مثلا یک مبلغ داشته باشم تا که گاز گیرم یا که وای کنم، برای همین ما را دستگیری کنن. این چی حاله، این چی احواله که ما نمیتوانیم یک خانه خود رو گرم کرده. من زورم به انگیشت و هیزم نمیرسد که من پیچکش نونم. این اما این حال مرته آخه این حال ما این اما با همون فنری که خیتایی زندگی داریم، این همون هم قواش تمام شده است. این برق نیست، این برق نیست. من چی کار کنم؟ مسئولین شرکت برق تاجیک با تکرار گفتند در کشور لیمیت یا محدودیت جاری نشده است و سبب قطع شدن برق کارهای تعمیری در خطهای بلند شدت می باشد. بسیاری ها به این اظهارات مقامات شبهه دارند و میپرسند چگونه در نصف شب کارهای تعمیری گذراندن ممکن است. بینندگان عزیز، در مکان زیست شما چند ساعت برق می دهند؟ لطفاً در این باره به ما نویسید. نرخ آرد، یکی از محصولات نیاز اول در تاجیکستان، به گفته ساکنان باز هم بالا رفته است. خبرنگاران رادیوی آزادی صبح 27 اکتبر در برخی بازارهای دوشنبه مشاهده کردند که نرخ یک خلطه آرد 50 کیلویی استحصال قزاقستان به 300 سومانی رسیده است. ساکنان میگویند در منطقه ها به خصوص در ولایت مختار کوهستان بدخشان و هم وادی رشت آرد از این هم قیمت‌تر است. مشکل آرد در تاجیکستان یک ماه قبل آغاز شد. در این مدت نرخ یک خلطه آرد از 240 سومانی تا 300 و از آن هم زیاد شد. مسئولان وزارت کشاورزی تاجیکستان سبب بالاروی نرخ آرد را در کشور با کم شدن حاصل گندم در قزاقستان پیوند می‌دهند.
تاجیکستان گندم را اساساً از قزاقستان و یک مقدار کمتر را از روسیه می‌آورد. به گفته مقامات برای تامین مردم تاجیکستان سالانه 700,000 تن ارد لازم است. در حالی که مقامات وعده دادن نرخ ارد را نظارت می‌کنند، ولی به نظر می‌رسد این تلاش‌ها چندان ثمره نآورده است. پیشتر مقامات از حساب ذخیره‌های دولتی تلاش کرده بودند نرخ محصولات نیاز اول را معتدل نگاه دارند، اما متخصصان میگویند که این چیز برای تنظیم نرخ کافی نیست. ارد محصولات اساسی برای هر عائله تاجیکستانی است و بالاروی نرخ آن به بودجه خانواده‌ها تاثیر می‌رساند. آسان و دسترس خبرهای نو را از کانال تلگرامی رادیو آزادی دسترس کنید. یک حزب سیاسی تاجیکستان دعوای رئیس جمهوری قرقیزستان را در موردی گویا در گذشته به آنها تعلق داشتن ناحیه مرغاب را بی‌پایه دانست. حزب دموکرات تاجیکستان 26 اکتبر در اظهارات گفت از نگاه سیاسی این هجوم به مرز و بوم تاجیکستان است، زیرا از زمان تشکیل تاجیکستان همچون جمهوری خودمختار و جمهوری مختار ناحیه مرغاب در قلمروش بود. ناحیه مرغاب در حدود ولایت بدخشان تاجیکستان جایگیر بوده تقریبا 1000 کیلومتر از پایتخت کشور مسافت دارد. صادر جاباروف پرزیدنت قرقیزستان روز 23 اکتبر در نشست مطبوعاتی در شهر بیشکک به مسئله بحث سرحد با تاجیکستان دخل کرد. او از جمله گفت من گفتم سال 1924 به شما یعنی تاجیکستان مرغاب را با مساحت 3 میلیون گکتار دادیم، بیایید آن را به ما برگردانید. آنها راضی نیستند، گفت صادر جاباروف. مقامات رسمی تاجیکستان تا حال واکنش نکردند. معلوم نیست که آیا در مذاکرات مرزی مسئله مرغاب مطرح بوده است یا نه. جاباروف هم نگفت که بحث او در مورد مرغاب در کجا و در چه شرایط صورت گرفته است. او ماه ایون امسال پس از 2 ماه نزاع خونین در سرحد به دوشنبه آمد و چند ساعت پس درهای بسته با پرزیدنت تاجیکستان ملاقات کرد. این دیدار با امضای 4 سنده که مسائل مرزی را در بر نمی گرفتند و اظهارات صلح‌خواهانه دیپلماتی به پایان رسید. سید جعفر عثمانزاده رئیس حزب دموکرات و هم وکیل پارلمانی تاجیکستان روز 26 اکتبر دعوای نو قرقیزستان را برای حل بحث مرزی فشار دانست. تاجیکستان با قرقیزستان 970-980 کیلومتر مرز دارد که از این تنها 519 کیلومتر مشخص و نشانه گذاری شده است. همه ساله در منطقه‌های بحثی مرزی دو کشور با سبب‌های گوناگون از جمله بر سر تقسیم آب و زمین و استفاده از چراگاه‌ها مناقشه سر می‌زند. بیش از 180 محبوس زندان رقمی 13 شهر انگلس سراتوف شکایت دارند که بعد بازدید حامیان حقوق لطوکوب شدند. در این باره خبرگزاری اینترفکس با استناد بر رئیس کمیسیون منطقوی نظارت جمعیتی دنیس سابولوف اطلاع داده است. به گفته محبوسان 182 زندانی بواسطه در داخل محبس لطوکوب شده، 3 تن دیگر در بیمارستان کسلی‌های سیلی خدمات فدرالی اجرای جزا در روسیه مورد خشونت قرار گرفتند. 10 محبوس دیگر از شرایط نگهداری در زندان سنزا شکایت کردند. 400 محبوس زندان رقمی 13 انگلس و بیمارستان کسلی‌های سیل شکایت کرده بودند که زندانبان‌ها در برابر لطوکوب و شکنجه از آنها پول نیز طلب می‌کنند. شکنجه شدن محبوسان در زندان سراتوف و بیمارستان کسلی‌های سیلی خدمات فدرالی اجرای جزا در روسیه ابتدای ماه اکتبر رسانه‌ای شده بود. پدر سرباز ازبکستانی اسدبک فیضولوف که در سرحد کشورش با افغانستان کشته شد دیگر باره طلب کرد که در این مورد پرونده جنایی کشایند. او باور دارد که پسرش را کشتند. جسد اسدبک فیضولوف 20 ساله را روز 26 ایول امسال از نهر یا کانال اموزنگ در شهر ترمیز ازبکستان پیدا کردند. دادستانی حربی ازبکستان گفت سرباز هنگام شنا در نهر غرق شده است، اما انور شادیف پدر اسدبک میگوید پسر او را اول کشته و سپس جسدش را به آب پرتافتند. انور شادیف ساکن شهر جزخ و پدر سرباز ففتیده طلب دارد که جسد پسرش برای تشخیص از قبر بیرون آورده شود. دادستانی حربی ازبکستان 25 آگوست سال 2021 از باز کردن پرونده جنایی در رابطه با این حادثه خودداری کرده بود. دادستانی گفت سرباز هنگام شناوری غرق و ففتیده است. بخش یک روزه تاریخ را همکارم شهلای عبدالله تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 27 اکتبر را فرا میگیرد. 27 اکتبر سال 1932 بر اساس قرار بیوروی کمیته ولایتی حزب کمونیست در ولایت مختار کوهستانی بدخشان 4 ناحیه اشکاشی، مرغاب، روشن و شوغنان تأسیس شده بخشی از هیئت این ولایت حسابیده شدند. به ولایت مختار کوهستانی بدخشان که با افغانستان هم مرز است امروز به علاوه این 4 ناحیه اینچنین شهر خوروغ و ناحیه‌های ونج و درواز و رشتقلعه نیز داخلند.
27 اکتبر سال 2012 مراسم افتتاحی نقب شهرستان برگزار شد که گذرگاه مهمی کوتاه‌تر در پیوند کردن جنوب و شمال تاجیکستان گردید. این نقب بیش از 5 کیلومتر درازی دارد و با 430 میلیون سومانی ارز چین بنیاد شده است. برقرار کردن راه‌های ارتباطی در داخل تاجیکستان و بیرون شدن کشور از بنبست کمیونیکاسیونی یکی از هدف‌های استراتژی حکومت تاجیکستان در سال‌های استقلالیت میباشد. 27 اکتبر سال 2015 جشن 3000 سالگی حصار تجلیل شد که یکی از منطقه‌های مهم تاجیکستان در مرز با ازبکستان به شمار می‌رود. یکی از یادگاری‌های قدیمی تاریخی و فرهنگی آن قلعه حصار یا حصار شادمان است. این مکان که در دوره امارت بخارا یکی از بکیگری‌های بخارای شرقی به شمار می‌رفت، دوام 6 ماه مکان زیست آخرین امیر سلولای منقطیه امیر علیم خان پیش از به افغانستان گذشتن او بود. آسایشگاه شاهنبری و ممنوعگاه تاریخی و مدنی حصار نیز از مکان‌های طبابتی و فراغتی این ناحیه حصار به شمار می‌روند. قرب رسمی دلار آمریکایی در تاجیکستان امروز 27 اکتبر کمی پس شده است. قرب روبل روسی باشد امروز نیز بالا رفت. حالا در بانک‌های تاجیکستان 100 دلار آمریکایی را به 1124 سوم و 50 درم عوض می‌کنند. 1000 روبل روسی باشد به 161 سوم و 50 درم برابر است. بیننده عزیز، تشکر که تا آخر برنامه ما رو همراه کردید. فردا در همین وقت و ساعت شما را منتظریم.